حدیث نبوی به این صورته که فرمودن ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. الله عز وجل همون گونه که رزق و روزی و معیشتتون، معیشت مادی دنیویتون رو بر مبنای حکمت خیش تقسیم کرده، اخلاق هم در میان شما هم به همین صورت تقسیم نموده. بعد فرمودن و ان الله یعطی الدنیا من یحب و من لا یحب. الله عز وجل دنیا رو، حالا هر چی بگیم مسائل مادی و دنیوی باشه، چه پول باشه، چه شهرت باشه، علم باشه، دانش باشه، پست و منصب و مقام باشه، هر چی باشه، الله عز وجل دنیا رو به هر کی دوست داشته باشه و اون کسی که دوست نداشته باشه میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه خود دنیا ملاک نیست که بگیم اگر کسی دنیا دار هست او پیش خدا قدر داره، اگر نداره او هم پیش خداوند ارزش نداره. اینگونه نمیشه انسان ها رو ارزیابی کرد، یا حتی خود انسان نمیتونه خیشتن رو وزن بکنه، ارزش یابی بکنه که من مثلا پیش خدا قدر دارم چون خدا به من پول داده، مثلا به من شهرت داده، به من ریاست داده، به من پست و مقام داده. محض داشتن این مسائل و این امکانات نشانگر قدر و منزلت نیست، گرچه میتونه اون وقتی که دار و ندار دنیا و داشتن امکانات بر مبنای ایمان باشه، اون موقع چرا؟ ارزش برای انسان مومن داشتن مال و ثروت، پست و مقام، قدرت، ارزش اینها، چون میتونه ازش استفاده بکنه در جهت رضایت و خوشنودی الله عز وجل. پس بازم برگشت به چی؟ به ایمان، برگشت به خداشناسی، نه به خود ذات این قضایا. دنیا ذات اون خوب و بد نیست، پایه و اساس چی باشه؟ بعد فرمودن ولا یعطی الایمان الا من احب. اما الله عز وجل ایمان رو تنها به کسی میبخشد که دوستش داشته باشه. این اگر کسی ایمان داره، توفیق هدایت یافته، مؤمن دیندار، این دینداری و ایمانداری و ایمان داشتن نشانه اینه که خدا دوستت داره و الله عز وجل بر مبنای حکمت خیش توفیق خودش رو در جای مناسبش قرار داده.